إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با ادامه قسمت که در مورد قهرمان عبدالله ابن یاسین داشتیم و به پایان نرسیده بود. البته در قسمت گذشته در مورد این قهرمان گفتیم که چطور او از شهر نفیس به موریتانی جنوبی آمد، به جنوب موریتانی آمد تا مردم موریتانیا را به دین اسلام دعوت کند، چون آنها به نام مسلمان بودند اما از اسلام هیچ چیزی را نمیدانستند. اقسام و انواع منکرات و گناهان در میانشان عام شده بود. زنا با محارم، ازدواج با چند خانم بیشتر از 4 تا، یعنی از اسلام جز لا اله الا الله محمد رسول الله چیزی را نمیدانستند. این ابرمرد ما و قهرمان ما عبدالله ابن یاسین وقتی که به آنجا آمد و آنها را به دین اسلام دعوت داد، گفتیم که آنها دعوت عبدالله ابن یاسین را نه تنها نپذیرفتند بلکه او را با توهین و تحقیر از منطقهشان بیرون کردند. عبدالله ابن یاسین رفت به سوی سنگال. در شمالی سنگال بعد از سفر زیادی در صحراهای سنگال به نهر آبی رسید و کنار آن نهر خیمه خود را نصب کرد و از جنوبی موریتانی با او 2 یا تا 7 نفر، بعضی مورخین 2 میگویند، بعضی ها 3 و بعضی ها 4، بیشترین تعدادی که ذکر می شود 7. با 7 نفر کنار آن نهر خیمه زدن و به عبادت الله متعال پرداختند و همچنان این عالم و این دعوتگر به این 7 نفر دین اسلام را تعلیم میداد. از میان آن 7 نفر یکش همان یحیی ابن ابراهیم که رهبر قوم کدالی ها بود او هم بود، چون او بود که عبدالله ابن یاسین را به آنجا آورده بود. حالا این کار و این دعوت و این حرکت از این خیمه آغاز می شود با 7 نفر و استادشان عبدالله ابن یاسین. اینها وقتی که از عبدالله ابن یاسین می آموزند، بعد از هر فتره می روند به سوی قومشان، 2-3 تا از فرزندان آن قوم را با خود میارند تا نزد این شیخ بیاموزند و اصلاح شوند. همین سلسله ادامه می‌یابد. یک روز بعد از سپری نمودن 4 سال در این خیمه، با دعوت و تبلیغ و تعلیم و تربیه عبدالله ابن یاسین 1000 نفر در اطراف اینها جمع می شوند. البته هر تعداد اینها زیادتر می شود، خیمه جدیدی در پهلوی آن خیمه اولشان نصب می کنند که بالاخره نام مرابطین یا پیردهنده ها را با خود این حرکت می گیرد. بعد از 4 سال تعداد اینها که به 1000 می رسد، اینجا عبدالله ابن یاسین به این شاگردان خود، به این تربیت یافته های خود می گوید که حالا تعداد ما و شما 1000 شده است. انیال ما می توانیم که پس برویم به سوی قوم داخل شویم و هر کس خویش و قوم و اقارب خود را به اسلام دعوت کند. این 1000 نفر می روند هر کدامشان به سوی قوم و قبیله و خانواده خود، آنها را به دین اسلام دعوت می کنند. البته تعداد کسانی که به دعوت اینها می پیوندند هر روز رو به افزایش هست. در همین میان
یحیی ابن عمر اللمتونی که زعیم و بزرگ قبیله لمتونی ها بود، او هم میآید به این دعوت و با این حرکت میپیوندد. با آمدن او تعداد زیادی از خانواده لمتونی ها با اینها میپیوندند که در ظرف چند مدتی این 1000 نفر به 7000 نفر تبدیل می شود. عبدالله ابن یاسین بعد از این حرکت جدیتری را آغاز می کند. به شاگردان خود خطاب می کند و می گوید که حالا وظیفه من و شما دعوت دادن این قوم است و هر کسی که مانع دعوت ما می شود با او جهاد می کنیم. یا دعوت را می پذیرد به اسلام، درست داخل می شود، اسلام را می پذیرد، و یا هم با او جهاد می کنیم. و از اینجا اعلان جهاد را علیه کسانی که با دعوت او مخالفت می کنند و به دین اسلام درست داخل نمی شوند با آنها اعلان جهاد می کند. بعد از اینکه شمالی سنگال را اینها در تصرف خود میارن، وارد جنوبی موریتانی میشوند، از جایی که بار اول شیخ عبدالله ابن یاسین بیرون رانده شده بود. در خلال این جنگ هایی که اینها با مخالفین آغاز کردند، با کسانی که اثر راه دعوت اینها مانع بودند با آنها جهاد را آغاز کردند، یحیی ابن ابراهیم که همان شخصی که اگر فراموش نکرده باشید رفته عبدالله ابن یاسین را از قیروان و از نفیس آورده بود تا این مردم را دعوت بکند و او به عنوان امیر و زعیم او بود، اما استادشان عبدالله ابن یاسین بود. او در یکی از این جنگ ها به شهادت میرسد، شهید می شود. بعد از اینکه یحیی ابن ابراهیم شهید می شود، اینجا عبدالله ابن یاسین رهبری این حرکت را به جوهر جدالی که از قبیله همان یحیی ابن ابراهیم بود به او میدهد که این امیری مرابطین شود. او معذرت میخواهد که نه، این کار را من نمیتوانم و نمیکنم. سپس زعیم و رهبر قبیله لمتونی ها که با چند هزار نفر از قبیله خودشان با این دعوت پیوسته بودند، با این دعوت توحید و یکتاپرستی، یحیی ابن عمر اللمتونی را که از قبیله لمتونه هست، او را زعیم و رهبر و یا فرمانده حرکت مرابطین می سازد، عبدالله ابن یاسین. بعد از این حرکت اینها گسترش می یابد. حالا اینها منظم شدن، حدود 7000 نفر هستند، به هر طرف، هم طرف سنگال و هم به سوی موریتانی به دعوت خود می پردازند و هر کسی که مانع این دعوت توحیدی و یکتاپرستی می شود با او جهاد می کنند. قریه که فتح می شود به فرزندان این قریه جدیدی که به دست اینها در آمده تعلیم تربیه آنها را به عهده می گیرند، آنها را به اسلام دعوت می کنند، دین اسلام را به آنها آموزش می دهند. این گونه این حرکت قوت خود را بیشتر می کند و هر روز تعداد این حرکت مرابطین بیشتر می شود. مناطقی که تحت تصرف اینها در می آید آن گسترش می یابد و از سال 445 هجری این حرکت فعالیت خود را گسترده در می سازد. در سال 445 هجری و هر طرف قبایلی که به اینها با این حرکت می پیوندد و به دین اسلام داخل می شوند تعدادشان رو به افزایش می شود. بعد از اینکه شمالی سنگال و جنوبی موریتانی حالا تحت حاکمیت دولت مرابطین داخل شده است، اینجا به شیخ عبدالله ابن یاسین پیام می رسد که منطقه برغواته و قوم برغواته که در آنجا زندگی می کنند، آنها نیز در میانشان گناهان زیاد، سحر، جادو، شرک، خرافات زیاد به اوج خود رسیده است. آنها هم
مثل موریتانی ها از اسلام فقط لا اله الا الله محمد رسول الله را میدانند، نه نمازی را میشناسند، نه روزی را میشناسند، نه به احکام اسلام پابندی میکنند، نه محرمات اسلام را حرام میدانند. سحر و جادو و زنا و سود و تمامی این منکرات در میان آنها به اوج خود رسیده است. اینجا عبدالله ابن یاسین لشکر خود را متوجه برغواته می سازد که در آنجا جنگ مشهوری علیه برغواتی ها صورت می گیرد و برغواتی ها البته در این جنگ شکست می خورند، اما متاسفانه قهرمان ما، ابرمرد از ابرمردان تاریخ اسلام، عبدالله ابن یاسین، که از آمدنش از شهر نفیس به جنوب موریتانی تا فتح شمالی سنگال تنها 10 الی 11 سال میگذرد، اما یک دولت یکتاپرست، یک دولت اسلامی خیلی خوب، یک دولت اسلامی مقتدر در منطقه تأسیس می کند و بجا می گذارد که بعدها این دولت اسلامی، این دولت مرابطین، تقریبا اکثریت مطلق افریقا با شمول مناطق زیاد در اروپا مثل اندلس و غیره در زیر حاکمیت این امارت مرابطین داخل می شود. در جنگی که علیه برغواته داشتند، عبدالله ابن یاسین رحمه الله تعالی، قهرمان ما و ابرمردی از ابرمردان تاریخ اسلام، تیری به او میرسد در خلال این جنگ، مجروح می شود، مجروح خیلی شدیدی، زخمی شدیدی می شوند که و در اخیر بعد از چند روزی به اثر همان زخمی که برداشته بود به شهادت می رسد در سال 451. اما قبل از این که وفات شوند یا به اثر آن زخمی که از معرکه برغواته برداشته بودند از این دنیای فانی رحلت بکنند، این پیروان خود و این شاگردان خود این مرابطین را جمع می کند. اینجا یک پیام بسیار زیبا، مختصر، کوتاه، جامع و مانع را به این شاگردان خود بیان می کند و آنها را توصیه و وصیت می کند. می گوید که یا معشر المرابطین، ای جماعه مرابطین. ما گفتیم که مرابطین یعنی پیردهنده های در خیمه که بیرون شهر، بیرون قریه که این قریه را پیرداری میکنن، آنها را مرابطین میگویند و از همان خیمه که شیخ عبدالله ابن یاسین نصب کرده بود نام این گروه و این حرکت به مرابطین معروف است و مورخین هم ایشان را با همین گروه یاد میکنند، گروه مرابطین. آنها خودشان را مرابطین یعنی پیردهندگان خیمه نشین با این نام خود را منصوب کرده بودند و موسوم کرده بودند. عبدالله ابن یاسین میگوید یا معشر المرابطین اینی میت من یومی هذا لا محاله. چون زخمی که در معرکه برغواته به ایشان رسیده بود زخم شدیدی بوده، یقین میکنن که دیگه از این زخم راه برگشت نیست. وفاتشان با اثر این زخمی که برداشتن قطعی هست. میگوید ای جماعت مرابطین اینی میت من یوم هذا، من حالت خود را که میبینم از این صحتیاب نخواهم شد، شاید من از اثر این زخم وفات بکنم، بمیرم. و انکم فی بلاد عدوکم، ای جوانان مرابطین شما در شهرهای دشمنانتان هستید. یک منطقه کوچکی از موریتانیا و سنگال
به تصرف اینها در آمده. یک دولت نوپای اسلامی که در حال نوجوانی هست، در حال طفولیت و کودکی هست بگوییم بهتر خواهد شد. شما در میان دشمنانتان هستید. فایاکم ان تجبنوا، از جبین شدن و از جبون شدن، از بزدلی اجتناب کنید. بزدل نشوید، ترسو نباشید، بزدل و ترسو نباشید. فایاکم ان تجبنوا او تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. بزدل نشوید، در میانتان اختلاف نکنید. این وصیت این قهرمان ما واقعا خیلی مؤثر هست. باید هر زعیم مسلمان، هر پدر، هر حاکم مسلمان به رعیت خود و هر پدر به فرزندان خود همچون وصیت را داشته باشد. میگوید بزدل نشوید، اختلاف نکنید. فتفشلوا، اگر اختلاف کردید ناکام میشوید. این حرکت شما، این دولتی را که ما تازه تأسیس کردیم و بنیاد کردیم، این تازه نونهال است. اختلاف شما، درگیری شما در میانتان این دولت نوپای را از بین میبرد. بزدل نشوید، اختلاف نکنید، تفرقه در میانتان ایجاد نکنید. فتفشلوا، اگر تفرقه کردید و اختلاف کردید و از همدیگر جدا شدید، بدانید که فتفشلوا، ناکام میشوید. این آیه قرآنی هست. اگر اختلاف کردید ناکامی مقدرتان هست، راهی ندارید دیگه جز ناکامی. و تذهب ریحکم، اون رعب و هیبتی را که خداوند حالا برای شما نصیب کرده است، با این جهادی که شما در جنوب موریتانی و در شمال سنگال انجام دادید و این مناطق را به تصرف خود درآوردید و حکم اسلام و دین اسلام و احکام الهی را در این سرزمین پیاده کردید، حکومت اسلامی نوپای را به نام دولت مرابطین قائم کردید. اگر اختلاف کردید، این رعب و هیبتی که در دل دشمنان شما حالا داخل شده است از بین خواهد رفت. و تذهب ریحکم، رعب و دبدبه و هیبت شما از دل دشمنانتان خواهد رفت. و کونوا اعوانا علی الحق، ای فرزندانم، ای شاگردانم، ای کسانی که من شما را با عرق جبین، با خون جگر تربیت کردم، من تمام نعمت و آسایش قیروان را، تمام نعمت و آسایش شهر نفیس را رها کردم، آمدم به این صحرای بیابان موریتانی و سنگال تا شما را اصلاح کنم، تا شما را با خدا بشناسانم و شما را به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جمع کنم. من این کار را کردم، حالا شما کاری نکنید که تمام این زحماتی که من در 11 سال کشیدم را با اختلافتان از بین ببرید. نه خیر، چنین نکنید. و کونوا اعوانا علی الحق، در نشر حق، در دفاع از حق با یکدیگر همکاری کنید، کمک داشته باشید، متعاون باشید با هم و برادر باشید با یک. و کونوا اعوانا علی الحق و اخوانا، در نشر حق، در دفاع از حق با یکدیگر کمک بکنید، برادروار کمک بکنید. و اخوانا فی ذات الله، شما حالا که به اسلام پیوستید، مؤمن شدید، پس برادر یکدیگر هستید. این برادری خود را حفظ کنید. و ایاکم والتحاسد علی الریاسه، الله اکبر. و ایاکم والتحاسد علی الریاسه، ای جوانان مرابطین، ای جماعت مرابطین، از تنافس و حسد بر سر قدرت و چوکی اجتناب کنید و پرهیز کنید. به خاطر منصب و چوکی و قدرت گریبانگیر یکدیگر نشوید، گریبان یکدیگر را نگیرید.
بر یکدیگر هجوم نیارید به خاطر منصب و چوکی و قدرت و امارت و اینها. فإن الله یؤتی ملکه من یشاء، یقینا الله به هر کسی که بخواهد امارت را میدهد، پادشاهی را میدهد. و یستخلف فی ارضه من اراد، و هر کسی را که بخواهد در زمین خود خلیفه میسازد. پس شما به خاطر ریاست و امارت و منصب و چوکی و قدرت با یک دیگر درگیر نشوید. باید این نصیحت های این ابرمرد ما با آب طلا نوشته میشد و به تمام گروه های اسلامی و گروه های جهادی که ما شاهد آنها بودیم در تمام ادوار تاریخ اسلام. درگیری میان مسلمانان همیشه دولت های قوتمند را از بین برد. ما اگر پایان خلافت اموی را مطالعه بکنیم که چگونه به پایان میرسد، ما اگر پایان خلافت عباسی را مطالعه بکنیم که چگونه به پایان رسید، چگونه سقوط پذیر شد، ما اگر امارت اموی در اندلس را مطالعه بکنیم که چگونه از بین رفت و چطور اندلس از دست مسلمانان رفت، ما اگر خلافت عثمانی را مطالعه بکنیم، ما اگر دولت غزنوی و غوری و رستمی و این و آن، حتی همین مرابطین، اینها هم در آخر سقوط کردند. تمام این دولت های اسلامی بعد از اینکه در میانشان درگیری و اختلاف و انشقاق آمد بر سر قدرت و چوکی، بجای اینکه علیه دشمن می جنگیدن بر سر و کله هم زدن، نتایج و ثمرات جهاد را زیر پا کردن به خاطر خواهشات نفسانی خود، تکبر و غروری که در دل داشتن تا که به چوکی و قدرت برسن، ملت ها را در بدر کردن، خاک به سر کردن، میلیون ها شهید دادن، میلیون ها مهاجر دادن، میلیون ها معلول به جا گذاشتن و در اخیر خودشان یک دیگر را از بین بردن. انگلیس را شکست دادن، مجاهدین افغانستان انگلیس را شکست دادن، ابر قدرت آن زمان. روسیه را ابر قدرت آن جهان را شکست دادن، اما خودشان بر سر و کلی هم زدن به خاطر چوکی و قدرت و منصب، ملت را در بدر کردن، کشور را خاک به سر کردن. این کاش این پیام و این نصیحت و توصیه‌ای که عبدالله ابن یاسین به پیروانش به لشکر مرابطین کرده بود با آب طلا نوشته میشد و پیش تمام این رهبران و زعمای مسلمانان گذاشته میشد که ببینید این ابرمرد تاریخ اسلام، این قهرمانی از قهرمانان اسلام، کسی که تنها در 10-11 سال توانست وسیع‌ترین دولت و قوی‌ترین دولت را در افریقا و در غرب جهان اسلام ایجاد بکند، چه پیامی دارد به شما؟ میگوید به خاطر منصب و قدرت و چوکی با هم تنافس نکنید، حسد نکنید، به سر و کله هم نزنید. این امارت هر کسی را که الله بخواهد برایش میدهد. وقتی که شما با هم درگیر شدید، خداوند دشمن را آورده بر سر شما مسلط میکند که متاسفانه ما شاهدش هستیم. پس بعد از این پیام زیبا و این توصیه زیبا، ابرمرد ما، قهرمان از قهرمانان تاریخ اسلام، عبدالله ابن یاسین در سال 451 هجری وفات می کند. انا لله و انا الیه راجعون. اما قوی ترین دولت را در افریقا تأسیس و پایه‌گذاری می کند که تا چند قرن اینها باعث به تأخیر افتیدن زوال امت اسلامی در اندلس شدند. اینها بعداً اندلس را هم گرفتند، بخش اعظمی از اروپا را در تصرف خود درآوردند و بعداً اینها به خلافت عباسی هم پیوستند و اعلان اطاعت از خلافت عباسی کردند. و این گونه این قهرمان ما عبدالله ابن یاسین بعد از تأسیس دولت مرابطین به اثر جراحاتی که در معرکه برقواته برداشته بود، دار فانی را وداع گفت و از دنیا رفت. خداوند این همه جهود و زحماتی که کشید، یقینا تا به روز قیامت هر کسی که در موریتانیا و سنگال و در افریقا اگر
نمازی میخواند، روزه‌ای میگیرد، حرف خوبی میزند، کار نیکی میکند، در ثواب ایشان این ابرمرد ما شریک است. جزاه الله خیرا عنا و عن الاسلام و المسلمین. تشکر از شما. تا قسمت بعدی با قهرمان جدید برمیگردیم ان شاء الله. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، الب أرسلان والفاتيح عثمان، وابنتا شفين والغازي سليمان. اسأل الرومان عنهم والمجوسا. إننا الأبطال، إننا الأبطال.